سلام به همه عزیزان و همراهانمون در چنل یوتیوب لاوند. این چنل به تازگی راه اندازی شده و این ویدیو اولین ویدیویی هستش که ما در خدمتتون هستیم. در پیج اینستاگراممون یک سری ویدیوهای کوتاهی در قالب ریلز قرار داده بودیم که خب تصمیم گرفتیم تا برای اینکه این ویدیوها بتونه با جزئیات بیشتری همه اطلاعات مورد نیاز شما رو بیان کنه، این چنل یوتیوب رو راه اندازی کنیم. در این ویدیو میخوام در رابطه با ویزای توریستی کانادا خدمتتون توضیحاتی رو بدم و اینکه این ویزا نحوه اخذش به چه شکل هست، کلاً چه مدارکی لازم داره، از کی باید پرونده رو شروع کرد، برای چه کسانی مناسب هست. کلاً ببینید ویزای توریستی کانادا با توجه به قانون جدیدی که در کشور کانادا گذاشته شده و قابلیت چنج این ویزا به ویزای کاری برای ایرانیان و مختص ایرانیان تا تاریخ 2 فوریه 2024 در حال حاضر درخواست‌های بسیار زیادی داره و این باعث میشه که ما یک سری توضیحاتی رو خدمتتون بدیم. ویزای توریستی در واقع ویزایی هستش که شما باید اعلام کنید به کشور کانادا میخواید سفری رو داشته باشید. این سفر ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه، دلایلی از قبیل دلایل پزشکی، از قبیل دلایل ویزیت خانواده یا دوستان، از قبیل بررسی یک بیزینس برای خرید اون در کشور کانادا یا چیزهای مختلفی که میتونه دلیل شما باشه. حتی خود سفر به کانادا به عنوان کشور توریستی هم میتونه دلیلی باشه که شما بخواید ارائه بدید. برای اینکه بخواید به هر کدوم از این دلایل شما به کشور کانادا سفر کنید، نیاز هستش که یک سری مدارکی رو دال بر اثبات اون دلیلتون به سفارت کانادا ارائه کنید. مدارکی که شما میتونید ارائه کنید با توجه به اون دلیل متفاوت. اگر شما قرار هست ویزیت فامیل یا دوستانتون رو داشته باشید، در وهله اول نیاز هستش که یک دعوتنامه رسمی و ثبت شده در نوتری یا کامیشنر کانادا داشته باشید و این دعوتنامه رو به سفارت ارائه کنید. این دعوتنامه باید کانادا اطلاعات فرد دعوت کننده شما و اطلاعاتی از این قبیل باشه. در این دعوتنامه باید تمام جزئیات سفر شما و اینکه چه کارهایی قراره انجام بدید، در خونه اون شخص بمونید، در هتل باشید یا هر چیز دیگه‌ای ذکر شده باشه. بعد از این شما باید حتما اثبات روابطتون رو با این دوست یا با این فامیل ارائه کنید. مثلا اگر خواهر شما هستن، باید شما شناسنامه‌های خودتون، خواهرتون و پدر مادر رو جهت اثبات رابطتون ارائه کنید. یا اگر دوستتون باشه، شما باید مدارکی دال بر دوستی مثل چت‌هایی که در واتساپ داشتید، عکس‌هایی که در گذشته با هم دیگه داشتید رو ارائه کنید. در حالت بعدی میتونه این دعوتنامه بیزنسی باشه، یعنی یک نمایشگاه شما رو دعوت کرده باشه که شما باید در دعوتنامه‌ای که ارائه میکنید جزئیات اون نمایشگاه باشه، اون نمایشگاه به صورت رسمی شما رو دعوت کرده باشه تا در شرکت کنید و به همین ترتیب این دعوتنامه ها متفاوته. اگر پزشکی باشه باید از بیمارستان باشه، وقت دکترتون رو گذاشته باشید، هر مدلی که باشه خب متفاوته. بعد از اینکه این دعوتنامه رو دریافت کردید و اثبات روابطتون رو انجام دادید، باید یک سری مدارک دیگه رو از قبیل مدارک مالیتون آماده سازی کنید. مدارک مالیتون باید شامل گردش حساب 4 ماهه شما در مدت زمان قبل از ورودتون به سفارت و درخواستتون برای اخذ ویزا باشه. این مبلغ بستگی به تعداد نفرات شما در پرونده داره و همینطور بستگی به بیزینس پلن و اون تریپ پلنی که ارائه کردید یا سفرنامه‌ای که ارائه کردید، یا اگر قصد خرید بیزینس داشته باشید با اون بیزینس پلنی که ارائه کردید باشه و حسابتون بتونه این مبالغ رو کاور کنه به صورت کامل. اگر ما بخوایم به صورت نرمال برای یک شخصی که بخواد ویزیت مثلا 2 هفته‌ای یا 1 ماهه در کانادا داشته باشه، ما یه چیزی حدود $30,000 به عنوان حسابتون باید ارائه کنیم و خب یک سری دارایی‌های دیگه هم لازمه که باشه. این دارایی‌های دیگه میتونه به عنوان تای شما، یعنی دلیل برگشت شما به کشور مبدأتون باشه. یکی از مدارکی مهمی که باید در هر پرونده ارائه بشه همین تای هست. تای داره اثبات میکنه که شما قرار نیست در کشور کانادا پناهنده بشید و میخواید به کشور خانواده باشه، یعنی شامل این که شما همسرتون در ایران هست، حتی سگتون مثلا میتونه در ایران باشه، فرزندانتون میتونه در ایران باشه، بیزینستون میتونه در ایران باشه و
یا شما در یک جایی دارید کار میکنید و مرخصی دریافت شدهتون رو باید ارائه کنید که بعد از اون باید برگردید سر کار، فیشای حقوقیتون باید باشه و همه اینها میتونه به عنوان تای شما ارائه بشه. اگر سابقه سفر به کشورهای پناهنده پذیر، یعنی در واقع به صورت تخصصی حوزه شنگن داشته باشید، این میتونه به آفیسر این موضوع رو سفر کردید و پناهنده نشدید. بنابراین این خودش میتونه برای شما یک دلیل قوی باشه و خب اگر ویزای توریستی در حالت نرمال ارائه میکنید و میگید من میخوام بیام کانادا رو بگردم، خب این موضوع رو منطقی میکنه که شما کشورهای زیادی رو در دنیا گشتید و حالا میخواید به کانادا سفر کنید. ولی خب اگر این کار رو نداشته باشید و هیچ سفری نداشته باشید و یه دفعه بخواید از ایران پاشید هزاران کیلومتر برید وارد کانادا بشید و اونجا سفر کنید، خب این منطقی نیست. موارد دیگه هستش که شما در ویزای توریستی کانادا باید ارائه کنید. یک سری فرم هایی هست که در اون فرم ها اگر خدمت رفته باشید باید سوابق خدمت سربازیتون رو ارائه کنید، باید اطلاعات فامیلی اینفورمیشن یا اطلاعات خانوادگیتون رو ارائه کنید. یک سری فرم هایی هستش که در اون باید اطلاعات سوابق تحصیلی و سوابق کاریتون رو ارائه کنید و مجموعه اینها تبدیل میشه به یک پرونده ویزای توریستی قوی که در صورت اینکه شما تمام این دلایل رو بتونید به وضوح توضیح بدید به سفارت و به آفیسر، باعث میشه که آفیسر قانع بشه و به شما ویزای توریستی کانادا رو بده که در برهه‌ای که در حال حاضر هستیم شما میتونید با چنج این ویزا و تبدیل اون به ویزای ورک پرمیت یا ویزای کار کانادا بعد از حدود 3 سال کار از طریق برنامه‌های مثل Canadian Experience Class اقامت دائم کانادا رو دریافت کنید.